اسم من ماهیه. نمیدونم غذای ایرانی رو بوسیدم گذاشتم کنار. چون وقتی که اولین بار وارد این کشور میشی تون صداشون تو رو آزرده خاطر میکنه. فکر کنم بخوای تو این هوا زیاد بمونی یخ میکنی بدون کاپشن و لباس گرم. جاهایی که حالا آذریا هستن یا ترکا حتما چایی به راهه. چه چایی یا خوردن و چشیدن غذا و شراب گرجی. من با یه دست چطور هم فیلم بگیرم هم غذا بخورم. سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من. اسم من ماهیه. در حال حاضر ساکن کشور گرجستان شهر تفلیس هستم. تو این کانال قرار راجع به گرجستان، راجع به فرهنگشون، شرایط آب و هوایی، شرایط کاری و هر چیز دیگه‌ای که مربوط به گرجستانه با هم ببینیم و بشنویم. اینجا قراره تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بگذارم. با من همراه باشید. قراره امروز با هم بریم ارتفاعات قفقاز، ارتفاعات کوههای قفقاز، شهر کازبگی. یه جاییه که من فوق‌العاده دوستش دارم و همیشه و هر لحظه دلم برای اونجا تنگ میشه. تا حالا پاییز اونجا نبودم. بریم ببینیم هوای پاییزش چطوریه. با من همراه باشید. عرضتون برسونم که الان ساعت 11 و ما صبح زود صبحونه خوردیم، احساس گرسنگی کردیم. یه رستوران خیلی خوب بین راه میشناختیم، اومدیم یه دونه خاچاپوری بگیریم، دم دستی بخوریم تا بریم رستوران بعدی واسه ناهار. حالا از خاچاپوری هم فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. خب به این میگن خاچاپوری، ترکیب خمیر و پنیر گرجی. خیلی هم خوشمزه است، یکی از غذاهای معروف گرجیه. خب ما رسیدیم به شهر استتابتسمیندا و مقر اصلیمونه. در واقع اومدیم بریم فروشگاه نیکورا و این فروشگاه نیکورا یه فروشگاه زنجیره‌ایه که تو کل گرجستان هست. یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ایه که توی کل گرجستان هست. بریم یه خورده خرت و پرت بخریم، ببینیم چی گیرمون میاد. یه دونه یوگورتی برداریم، به قول گرجی ها یوگورتی ماست با طعم میوه. آخ جون از اینا پیدا کردم. خب این پروتئین درینکه، شیر با خیلی اد شده پروتئین. کسایی که ورزش میکنن از اینا میخورن و جزء برنامه روزانه منم هست. این ساندویچ هم خیلی خوشمزه هستن. بریم سراغ حله هوده ها. اینو تا حالا تستش نکردم، جدید اومده تو بازار. بخوریم ببینیم چیه. تخمه هم این خوبه. اینم که شکل علی بابا روش کشیده رو من دوست دارم. ببینیم چی پیدا کردم. لواشک، ولی هیچ لواشکی لواشک ایرانی نمیشه. اوه این خیلی خوشمزه است. کلی بردارم. خب ما رسیدیم به مقر استراحتم، جایی که رزرو کرده بودیم. چه آفتابی، چه مهتابی، چه ابری. صاحب اینجا دوستمه دیگه. تلفنی بهم گفتش که من نمیام، خودت برو کلیدو بردار. خب عاشق اینجا. با
حالا هم که با چنین ویو زیبایی روبرو هستیم. به به، این سو و آن سو ما بریم برای یک ناهار. چقدر هوا خوبه، هوا 10 درجه است ولی چون آفتابه یه نسیم خنک رو به سرد میاد. اینجوری خوبه. فکر کنم بخوای تو این هوا زیاد بمونی یخ میکنی بدون کاپشن و لباس گرم. این مکان مورد نظره، گرد و بامزه است، غذاش هم خوبه. بریم تو این سایه آفتاب بشینیم و از محیط و منظره و غذا لذت ببریم. Atikala kuris khinkali, lobiyo kotanshi da کیتریس پومیدوری سلاتی. بیایید یکی از محبوب ترین نوشیدنی های گرجی رو بهتون معرفی کنم که با طعم ترخونه و تو زبون گرجی هم بهش میگن ترخونا و روسی هم همین میگن ترخون. شیرینه، طعم ترخونش غالبه و دیدم ایرانی هم خیلی دوست داشتن. تستش کنیم. نرفت پایین، طعم ترخون میده. آقا باید بگم که اسم شیرازی ها بد در اومده. این سالاد گرجیه، سالاد گوجه خیار و همین درشتی خورد میکنن، پیاز هم البته داره و تنها تفاوتش اینه که حتما روش گیشنیز میریزن، سبزی گیشنیز، و فوق العاده طعمش رو خوشمزه میکنه. این غذا یکی از غذاهای دیگه گرجی. اوه چقدر داغه. بهش میگن لوبیو، همون مثل لوبیا گرم خودمونه. این هم نونه با آرد ذرت درست شده، اسمش میچادیه و اینا هم که ترشی، خیلی خوش طعمه. ادویه‌های گرجی یه ادویه‌های مخصوص خودشونه، طعمشون خیلی خاصه و توی این لوبیا هم به کار بردن، طعمش فوق‌العاده شده. این غذا بهش میگن خینکالی و یک غذای معروف گرجیه که اصالتش از مغول ها میاد ولی یکی از غذای مورد علاقه منه. بریم برای خوردن خینکالی. خوردن خینکالی اینجوریه که اولش باید گاز بزنی، آب داخلش رو بخوری و بعد بقیه خینکالی رو بخوری. البته من دیگه گاز بزرگ زدم. این هم از غذای ما، عالی بود، چسبید، لوبیاش خیلی خوشمزه بود، خینکالی هم همینطور و همه غذای گرجی به نظر من خیلی خوشمزه است. با این ماشینا مسافر میبرن اونجا کلیسای گرگتی. اومدم یه دونه چی میگن یه چرت پاییزه مرغوب بزنم ولی نشد. گفتم حیف این هوا و این تایمه که بخواد به خواب بگذره. خب بریم برای سفارش شام. قمر جوات مطلبه از چه میام مطلبه پاسی کارگیت اینه بت. آقا عاشق این گرجی هام که میگن تو گرجستان زندگی میکنی، تو کجایی هستی که اینقدر عاشق غذای گرجی هستی و غذای گرجی دوست داری. خلاصه که خیلی مهمون نوازن، خیلی مهربونن، خیلی روی خوش نشون میدن، خشک نیستن. درسته که
وقتی که نشناسیشون، وقتی که اولین بار وارد این کشور میشی، تون صداشون تو رو آزرده خاطر میکنه. میگی وای اینا عصبانی هن، وای اینا خیلی جنگجو هن، ولی دلشون مهربونه، قلبشون رحیمه، خیلی مهربونن. من دوستشون دارم. چه منظره، چه آفتابی، صبح بخیر. با اینکه من دیشب خوب نخوابیدم، ولی این دوشه منو سر حال آورد. بریم برای ادامه روز. بعد از مدت ها میخوام شکرت کنم به قهوه. کافیه. بریم نونوایی پیدا کنیم، نون بخریم، نون گرجی، صبحونه یه فردا علا بزنیم. چرا عینک نیاوردم؟ این درخت‌ها پر میوه است. من نور زیاده نمیتونم تو فیلم بهتون نشون بدم. کسی چیزی میدونه از این درخت؟ وا، چه شما دونکه؟ Yes, it is so beautiful. چقدر فرزن اینا. فکر کن صبح تا صبح از خواب بیدار شی تو همچین منظره‌ای، صدای رودخونه و عالی، کوههای برفی هم اون پشت. اینجا اولین شهر بعد از مرز روسیه است، به خاطر همین خیلی تعداد روس زیاده و کلی هم ماشین و تاکسی و این داستانا که مسافر ببره به شهرهای دیگه یا ببره کلیسا و جایی دیدنی. رسیدیم به نونوایی. کامر جبات ارتی پوری مینده اوری مینده مطلب به گرمه گرمه. بریم که داشته باشیم یه صبحونه عالی و خوشمزه پروتئینی و تمام. صبحونه‌مو آماده کردم، صبحانه پروتئینی. به بریم صبحونه رو بخوریم که خیلی خوشمزه است. عالی عالی، خیلی موزی و پرتقالی. من با یه دست چطور هم فیلم بگیرم هم غذا بخورم. استابلایزر دارم، حوصله‌ام نمیشه بیارمش. عالی شده. هلو، گود مورنینگ. اینجا رو تحویل دادم و دارم میرم سمت تفلیس. با من همراه باشین. باید بگم که گرجی ها چای خور نیستن مثل ما ایرانی ها یا ترک ها و آذری ها، ولی جاهایی که حالا آذری ها هستن یا ترک ها حتما چایی به راهه. چه چایی یا حالا اومدیم بین راه، این یه رستوران ترکیه یعنی استانبولی گرجیه و همیشه چایاش به راهه. بریم چای بخوریم. گامبر جفت سامی چای مینده سامی چای گی من معتقدم چایی بدون قند خیلی خوشمزه تره و همیشه چای رو تلخ می‌کنم. عالیه، جاتون خالی. من میخوام این پفک رو تستش کنم. چرا برام مهمه؟ چون که پفک های گرجی شیرین مزه است و اصلا من دوست ندارم. حالا اینو میخوام تست کنم ببینم چطوری. البته روش نوشته طعم پیزا. شبیه پفک های ایرانی طعمش.
من الان تو شهر ناتاختاری هستم، تقریبا نزدیک تفلیس. اینجا کلی رستورانای خوب و با صفایی داره، بریم با هم نهار بخوریم. آقا من خینکالی میخوام شدیدن، بریم خینکالی بخوریم. من از وقتی که مهاجرت کردم به گرجستان دیگه قرمه سبزی و نمیدونم غذای ایرانی رو بوسیدم گذاشتم کنار، چون اینجا خیلی شرایطشو نداشتم دیگه. عاشق غذای گرجی شدم رفت. پیتزا پپرونی، خینکالی، غذای ثابت سفره گرجی و ریپس. اگر که به گرجستان سفر کردید حتما از سس قمالی اصلش، ولی حالا شما قمالی هم بگید متوجه میشم براتون میارن. توی رستوران ها هست، توی فروشگاه هم کارخونه ایش هست. امتحان کنید، طعم لواشک میده، طعم آلوچه میده، کلی ادویه های خوشمزه داخلشه و قمالی میوه است از خانواده آلوها، مثل آلو سیاه، آلو سبز، این چیزها، و باهاش سس درست میکنن و خیلی خوشمزه است. من خیلی دوست دارم. آیا من به شما گفتم که لایک رو فراموش نکنید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنید؟ خب بریم سر اصل مطلب. این که بهترین تایم سفر به گرجستان چه فصلیه؟ خب شرایط آب و هوایی متفاوتی داره گرجستان و هر کسی هم ممکنه دوست داشته باشه تو شرایط آب و هوایی که دوست داره سفر کنه. مثلا یکی دوست داره بیاد گرجستان و بره اسکی کنه شهر گوداوری توی زمستون، یکی دوست داره تابستون بیاد و بره باتومی از ساحل و دریا و آفتاب گرفتن لذت ببره، یکی دوست داره که تفریحات شهری داشته باشه و جاهای دیدنی رو ببینه. خب هر کدوم از اینا شرایط آب و هوایی خودشو میطلبه. کلا گرجستان کشور معتدل و مرطوبیه، خیلی بارون میاد، خیلی کشور سرسبزیه. به نظر من بهترین فصل برای سفر به گرجستان شهر تفلیس و دیدن شهر و بافت تاریخی و خوردن و چشیدن غذا و شراب گرجی. یکی از بهترین فصل ها میتونه بین شهریور تا آبان ماه باشه. هوا فوق العاده است، هوا فوق العاده، نه سرد نه گرمه و لذت کامل رو میتونید ببرید. و گزینه دیگه توی خرداد ماه که تازه داره بهار میشه، چون اینجا زمستون خیلی طولانیه، یعنی تا اواسط اردیبهشت، اواخر اردیبهشت هوا سرده و ما هنوز کاپشن میپوشیم و لباس گرم، ولی توی خرداد تازه داره بهار میشه و هوا فوق العاده است. این دوتا فصل یعنی بین شهریور تا آبان و خرداد ماه بهترین فصل سفر به گرجستانه. البته اگر بخواید که برید برف بازی کنید، اسکی کنید، باید توی زمستون و فروردین ماه، تا از زمستون تا فروردین سفر کنید به گرجستان، شهر گوداوری و شهر باکوریانی. و اگه بخواید از آفتاب تابستونی لذت ببرید و آفتاب بگیرید و برید شنا کنید، شهر باتومی توی تابستون. و میگم واسه دیدن تفلیس و یا حتی شهرهای دیگه که بهترین فصل باشه، نه سرد باشه نه گرم و هوا فوق العاده باشه، توی بین شهریور تا آبان و توی خرداد ماه. خب اینم یه مدل از مهمونی های گرجی، جشن های گرجی که اومدن توی رستوران و دوره هم دارن جشن میگیرن.